جناب دکتر مرادی، شما به حفظ ارزش دارایی‌ها و پرداخت مستمری توی صحبتاتون اشاره کردین. چطور میشه تعارض بین این دوتا مورد رو مدیریت کرد؟ بله. عرضم به حضورتون که خب ما بعد از الان آقای دکتر پایانه فرمودن که ما بعد از تجربیات موفق کشورها استفاده کنیم. حالا مثلا ما وقتی به صندوق‌های بازنشستگی که مثلا در کانادا هستن، در سوئد هستن نگاه میکنیم، یه موضوع خیلی مهمی که وجود داره این که ما وقتی میخوام به این بررسی کنیم ببینیم که این تطابق وجود داره و همچنین حوزه‌های مختلف ریسک باید به شاخص‌های هشدار توجه میکنن که حالا مثلا این شاخص‌هایی که اتفاق افتاده داره آیا با ما نشون میده که آقا داریم تو چه وضعیتی قرار داریم. یعنی ما باید خیلی جا باید این عدم تعادل رو به تعادل برسونیم، عدم توازن رو بله. به توازن برسونیم. لذا اگر ما داریم مثلا مدل هایی رو داریم بررسی میکنیم که ببینیم وضعیت دارایی هامون چجوری، که حالا این دارایی هایی با نقشه‌بندی بالا یا نقشه‌بندی حالا پایین و وضعیت ورود و خروج وجه نقدمون رو برای این صندوق ها محاسبه میکنیم، خب حالا مدل های مختلفی هست که اینو به ما هشدار میده که حالا مثلا مدل هایی هستن که تو میگم تو ALM اینا مدل هاشون تعریف شده، من نمیخوام حالا وارد خیلی بحث های تخصصی بشم، ولی حتی میتونیم بگیم که آقا میزان نقدینگی مورد نیازمون در بازارهای مختلف چجوریه، اینا رو مثلا مدل سازی کنیم. مثلا مدل‌های مثل لیکویدیتی ات ریسک یا در واقع ارزش در معرض خطر نقدینگی رو در واقع میتونیم اینجوری بگیم که ببینید آقا ما چقدر نیاز به نقدینگی داریم در مثلا 30 روز آینده با توجه به هزینه، حالا بگیم خروج نقد، که حالا خروج نقد میتونه ناشی از حالا بحث هزینه‌های درمانی باشه یا حقوقی که داریم به بازنشسته ها میدیم. نیاز داریم اینها رو مدیریت کنیم. مدل‌های خیلی خوبی در حوزه مدیریت دارایی بدهی وجود داره که صندوق‌ها بعد از این مدل‌ها استفاده کنن و مهمتر از همه یه سری داشبورد و شاخص‌های هشدار سریع داشته باشن که نذارن به بحران برسن دیگه، چون وقتی اینا به بحران میرسن خب از اون ور نیاز دارن که حالا ممکنه دولت کمکش کنه یا شرکت‌های سرمایه‌گذاریشون کمک کنن. خب ممکنه بعضی موقع هم دیگه نتونن کمک کنن، حتی به بعض نهادهای به جایی مثل مجلس کشیده میشه که حالا بیان چجوری کمک کنن که بخوان این بحران، چون گفتم ریسک بله. سیستمیک داره که اینا خب حالا اون نهادها ما بتونن بعضی ما کمک کنه. ما نباید بذاریم به این جور جا رسیده بشه کار، یعنی به این جور جا رسیده بشه. پس بنابراین ما باید از شاخص‌هایی که شاخص‌های هشدار سریع هست استفاده کنیم در تطابق دارایی و بدهی.